سلام بچه‌ها، کتابتون رو باز بکنید، خیلی عقبیم. آقا امروز روز اول مدرسه است. به جون مادرم مدرسه بغلیتون کتابو تموم کردیم رفتیم، الان داریم دوره میکنیم. خب بچه‌ها یه کاغذ خودکار بذارین رو میز، میخوام امتحان بگیرم. اول مدرسه است. قور الکی نزنید. آقا اصلا از چی میخوای امتحان بگیری؟ همه ساکت. آقا اصلا کسی حرف نزد. مگه نمیگم ساکت؟ خب بچه‌ها چیزایی که رو تخته نوشتم و همه رو بنویسید. بلند شه سری تخته رو پاک کن. خوب درس رو گوش بدید، سر و صدا کنید نمره کم میکنم، با بغل دستتون حرف بزنید نمره کم میکنم، ببینم دارید چیزی میخورید نمره کم میکنم. هر هفتم همین موقع ازتون امتحان میگیرم، نمرش مستقیم میره تو مستمرتون. آقا چه خبره؟ الکی چلوغش نکن، زمان ما انقدر درس خوندن سخت بود جیکمون در نمیومد. سپس دهقان فداکار لخ شد و تو یق نخون، تو ادامهشو بخون. آقا نمیدونم کجا. حواست کجا بود؟ الان میگه دهقان فداکار لخ شد و چیکار کرد؟ رفت سراغ مادره.